هیچی دیگه در این کشور نمونده. آخه ذره ذره تمام مملکت رفت، دریاچه ارومیه رفت، سد کرج رفت، تهران بیابیه. چه نفرتی شما به این مملکت دارین؟ برای چی آخه؟ مگه ایران به شما چیکار کرده شما اینجوری میکنین؟ به خدا دنبال چی نیستم، دلم برای وطنم میسوزه. این مملکت داریه؟ خب اگه هست که پس درسته دیگه، پس فرمون شما درسته. این مملکت داریه، تمام تا درست سوراخ گیر میکنه. ایران کوروش کبیر. چرا دیگه اسم ایران کوروش کبیر الان نیست؟ جنگ تموم شد. عکس رستم رو توی خیابان زدیم. نمیخواد آقا جان. کوروش کبیر میگه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. کدومو شما انجام دادین؟ کدومو؟ یه دریا رو بخواین خوش بکنین، شانس آوردین اون ورش مال روسیه است، خارکوسه خوش نمیشه، وگرنه دریا رو هم خوش میکنین. اگه الان بریم به خدا دریا رو از 50 سال پیش میبینیم مثلا 60 متر رفته عقب تو آب. مردم به خودتون بیاین.